این چند وقت کجا بود؟ سر کار بود. اشتباه گرفتم. منتظرت بودم مادر جان. نیاز به کمک داری؟ چیزی شده؟ خونتون کجاست اصلا؟ همین دوره خونتون رو بشناسم یه موقع بیام پیشتون. شبیه پسر هستم. پسرم پیرتر شدی، مگه تو پسر من نیستی؟ نه من نیستم، ولی چی شده بیا واسه؟ بریم. همه خالا و داییات هم منتظرت، بهشون بگم برگشتی. چرا منو چشم برم؟ منم مثل دیگه پسر. خسته شدم از انتظار. مادر مگه چقدر طاقت داره؟ شما هم جای مادرم. که نگفتی یه مادر پیرم داری؟ مگه یادت نمیاد وسایلای خونه رو درست میکردی؟ الانم تلویزیونمون خراب شده. بیا بریم خونه. شما این تماس یه لحظه بگیرم. لیلیا داداش من یه ساعت دیگه میام پیشت. امشب مهمون داریم. بریم خرید بریم. کنیم. هر جا میخوایم بریم. من کاری از دستم برمیاد برات انجام بدم. تو الان کجا بودی حسین جان؟ بهت سخت داشته این چند وقت. چی بگم؟ مدرسه هم میرفتی مظلوم بودی. چقدر اومدم پای اتوبوس ها انتظار کشیدم، منتظر بودم. عکسشو داری؟ عکستم همیشه کیفم، همیشه همراه. اینقدر که دلم تنگ شده من. پسرت شهید شده. از یا بریم شهید شده. نه شهید نشده. گفتی حسینت زنده میرم. است. مادر جان من حسینت نیستم، ولی خدا مواظب حسینت هست. ای کاش بودم، ای کاش من جاش بودم. بس حسین من کجا؟ تو مادر داری؟ آره مثل شماست. دست مادرت ببوس. قول میدی؟ بله. اصلا من دعا کنم. سلامت کن. نگهداری دار.